السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت گرامی، هموطنان عزیزم، امیدوار هستم که در هر گوشه جهان هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز آمدیم در لیسه وکیل محمد جان کوچی. از شاگردایشان بعضی سوال‌های داریم که چطور هستن همراه امتحانات مکتب و همچنان چطور است روند درس‌هایشان. از شاگردای مکتب پرسش های داشته می باشیم. امیدوار هستم تا آخر برنامه ما رو بیننده باشین. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. تاسو از قراری زنده و سلامت باشین. اسم مبارکتان؟ فدا محمد. فدا محمد جان. شما هم در لیسه درس میخوانید؟ در لیسه وکیل محمد جان درس میخوانم. چطور از روند امتحانات در گذر است؟ چطور درس‌ها چطور میگذره؟ خیلی الحمدلله سم روان دی. خیلی خوب ماشاءالله. صنف چندم هستین؟ دولسم سیم. صنف 12ام. در سن 12ام چندم نمره؟ در کدام گروه؟ نمره معلوم نداره. بی گروپ که رازو. گروپ ب. چرا الف؟ الف سخته. الف سخت است یا درس نمیخونه؟ درس هم میخوانم. خب همسن بیای ما چه لایق است یا؟ این خود زیادترش در مثلا در امتحان در شاگردا تعلق ندارن. باید تو خودت در گروپ الف بی. چطور؟ والا خب همسن بیانم دیر لایق دی نکی. نمیشه؟ نه. ان شاء الله کوشش کنم میشه. کوشش بکنم. از ما روند برنامه ما طبقی است که ما از هر شهروند خود یک سوال داریم و در بدل سوال اگه سوال ما رو پاسخ دادن مستحق جایزه میشن. شما آماده هستین؟ آماده است. سوال ما قسمی است که عام الحزن به کدام سال گفته میشه؟ ده غم کال تویل کیږي. سال غم. به خاطر سال غم گفته میشه؟ لکه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په کال کې ډېر تکلیفونه رسیدلی و ځکه د غم کال باندې ونومو. خب به این خاطر که سر پیامبر سم خیلی غم آمده بود. میشه نام بگیرن کدام غم بود؟ شما خو برنده شده صحیح؟ سرزی جوابتون مطمئنم هستین. شما این رو بر ما بگن که به خاطر چی این سال غم گفته میشه؟ ځکه حضرت حمزه رضی الله په شهادت ورسیدو او بیبي خدیجه رضی الله عنها په هغه سو مړه سو نو هغه ابو طالب مړ سو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم کاکا او داسې نور. به این خاطر این سال غم گفته میشه که سر پیامبر سال غم بوده. زنده و سلامت باشین. شما مستحق جایزه هستین. همکارای ما کمک کنن. خیر ببینید. در ضمن جایزه میشه اگه کدام پیام گفتنی داشته باشین کامرای ما در خدمتتون هستن. پیام خدا دا ټول هیوادوال ته خاص کر بیا دغه ځوان هغه ته چې تعلیم وکړي او په خپل تعلیم باندې زیات توجه تمرکز وکړي. خیر ببینید. زنده باشین. شما هم در دیگه عرصه‌های زندگی موفق باشین. این هم جایزه شما. خیر ببینید. زنده باشین. خیر باشین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. برادر گرامی خوب هستین ان شاء الله؟ خوب هستین. تو خوبی؟ زنده و سلامت باشین. اسم مبارکتان؟ الهام. الهام جان. الهام جان در مکتب درس میخونه؟ در این مکتب لیسه کوچی است. لیسه کوچی ها. امتحان هم هست دیگه. چرا قم هستین امروز امتحان؟ خوب است دیگه. خوب میگذره یا نه؟ خوب است. صنف چندم هستین؟ صنف 11. صنف 11ام. صنف 11ام چندم نمره هستین؟ سال 5 نمره بود. این سال تا معلوم نشد. معلوم نشده. خب ان شاء الله از این بعد معلوم میشه. نظر به زحمت که میکشی تا نظر خودت چندم خوب باشه؟ 6م 5م میشه. 6م 5م. چرا اول؟ والا چی بگم؟ لایق هستن یا تو درس نمیخونی؟ نه والا لایقم است. اگر من قطع درس چی نیستم. قطع درس و درس هم نداره. علاقه نداره. چرا؟ خب خیر باشه. برنامه ما قسمی است. خب ما از هر شهروند خود یک سوال داریم و در بدل سوال اگه پاسخ داد مستحق جایزه هستن. صحیح است ان شاء الله؟ تو آماده هستی؟ خب سوال ما قسمی است که اولین هجرت مسلمانان به کدام طرف؟ فکرتون نمیاد؟ اولین هجرت به فکرتون نمیاد؟ خیر باشین. دیگه عرصه زندگی موفق باشین. صحیح است ان شاء الله؟ مدینه منوره. کدام پیام گفتنی داشته باشین کامرای ما در خدمت. بازم فرصت دارین. چون زنی ندارین؟ بخیر باشین.
اولین هجرت مسلمان‌ها به کدام طرف بود؟ فکرتون نمیاد. فکرتون نمیاد. خیر باشین. به دیگه عرصه زندگی موفق باشین. صحیح است ان شاء الله. اگه کدام پیام و گفتنی داشته باشین کامرای ما در خدمت شماست. گفتنی ندارین؟ به خیر باشین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خوب هستین ان شاء الله؟ شکر فضل خدا چطور هستی؟ زنده و سلامت باشین. اسم مبارکتان؟ اسم خالد احمد. خالد احمد جان. شما هم دمی لیسای کوچی درس میخونه؟ آه. ها. صنف چندم هستین؟ صنف نهم. نهم؟ ماشاءالله. امروز تا که قد بچه‌ها مصاحبه کردیم صنف 12 11 9 پایین نبوده دیگه. چه رقم از درس‌ها روند امتحانات چه قسم؟ درس‌ها خوب است. خوب میگذره؟ چندم هستین در صنف؟ چندم ششم. ششم نمره. خیلی خوب ماشاءالله. از ما روند برنامه ما قسمی است که ما شهروندای خود یک سوال داریم. اگه سوال ما رو جواب دادن مستحق جایزه هم باشن. صحیح است ان شاء الله؟ صحیح است. آماده هستین؟ سوال ما قسمی است که سید الشهدا لقب کدام صحابی پیامبر بود؟ سید الشهدا لقب کدام صحابی پیامبر بود؟ سید الشهدا یک دیگه کو نقلتون میدم که از جمله اقارب نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بوده. بکر صدیق رضی الله عنه. بازم کوشش کنین. چرت بزنین وقت دارین ان شاء الله. ابو هریره. ابو هریره. مطمئن هستین؟ تغییر خونم بدین. اگه بگم براتون اشتباه است چه قسم؟ چی؟ اگه بگم براتون اشتباه است بازم یک چانس دیگه هم براتون بدم. تغییر میدن یا خیر؟ امی ابو هریره باشه. صحیح نده. نیست. کی هسته؟ چی؟ از یادم رفته یک دیگه سوال که یک دیگه نمیکنی. یک سوال دیگه خو ما حق نداریم که دیگه سوال کنیم. اما یک سوال حق داریم. صحیح؟ انشالله کوشش کنین جوابش خیلی آسان است. یک نام بگی؟ سید الشهدا لقب کدام صحابی بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم است؟ چی؟ حنظله رانی. حنظله رضی الله عنه. مطمئن؟ 100%؟ 100%. خب خیر باشه دوستای گرامی. به دیگه عرصه زندگی موفق باشین. اگه کدام سوال و پیشنهاد داشتین کامرای ما در خدمتتون است. اگه کدام پیام گفتنی دارین برای هموطنای ما. پیام‌های خوما ای است که وطنوال درس وایي او ترڅو خپل وطن ته خدمت وکړي خپل وطن جوړ کړي نو دغه پیام ده. زنده باشین و دیگه عرصه زندگی موفق باشین. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی خوب هستین ان شاء الله؟ بله خوب است. شما خوب؟ اسم مبارکتان؟ خالد. خالد جان. خالد جان مصروف چی وظیفه هستین؟ چی کاروبار؟ مکتب میخونم. متعلم هستین؟ آره. وقت امتحانام از چطور هستین امروز امتحانا؟ خوب هستیم شکر. خوب میگذره؟ آره. درس میخوانی؟ آره میخونم. صنف چندم هستی؟ صنف نهم. صنف نهم. چندم نمره؟ در بی گروپ هستم. گروپ ب. خیلی خوب ماشاءالله. از ما روند برنامه ما قسمی است که ما از هر شهروند خود یک سوال داریم. اگه سوال ما رو جواب داد مستحق جایزه هستن. شما آماده هستین ان شاء الله؟ آره آماده است. سوال ما این است که ملک که قبض راه مونه چی نام داره؟ ملک قبض راه اسرائیل علیه السلام. اسرائیل علیه السلام. مطمئن هستین؟ بله 100%. چند فیصد؟ 100%. 100% مطمئنم هستم. آره. اگه وقتتون بدم تغییر میدن؟ نه. وقت دارین مقصد؟ صحیح است. تغییر نمیدن؟ صحیح است. صحیح است. خب به دیگه عرصه زندگی موفق باشی. این جایزه شما از طرف ما. صحیح است ان شاء الله. اگه کدام پیام و گفتنی دارید در ضمن جایزه میتونی که بگی. گفتنی خود ندارم. گفتنی خاص نداری؟ نه. این جایزه ایتان تبریکتون باشه. بخیر باشین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خوب هستین ان شاء الله؟ خوب هستین. شما چطور هستین؟ زنده و سلامت باشین. اسم مبارکتان؟ اسم امین الله است. امین الله جان. در مکتب درس میخونه؟ در مکتب درس لیسه وکیل محمد جان.
خیلی خوب. صنف چند هستین؟ صنف 12. چطور است امتحان امروز؟ امتحان چه رقم هستین؟ خوب استم امتحانم خوب است. چندم در کدام صنف هستین؟ صنف 12 استم. سال آخر است دیگه. چندم نمره هستین مثلا؟ صنف اول نمره استم تا خب معلوم نشده وقت اول نمره بدم. خیلی خوب ماشاءالله. حتما دیگه خیلی لایق هستین. درس خوان هستین؟ هستم. درس میخونن یا صنفیتون درس نمیخونه؟ نه درس هم میخوانه. خب میترسه که در یک نمره فرق داریم، در یک نمره 2 نمره فرق داریم. خوب است چای است. خیلی خوب ماشاءالله. اما برنامه ما قسمی است که ما از هر شهروند خود یک سوال داریم. اگه سوال ما رو جواب داد مستحق جایزه میشن. صحیح است؟ شما آماده هستین؟ آماده هستیم. شما ایره بر ما بگین او پیامبری که پدر نداشت بدون پدر تولد شد کدام پیامبر بود؟ موسی علیه السلام بود. بازم چرت بزن وقت داره. نه اصلا ان شاء الله موسی علیه السلام است. موسی علیه السلام. مطمئن؟ 100%. 100. بازم وقت دارین. مطمئن هستم ان شاء الله. مطمئن؟ خیر باشه. شما دیگه عرض زندگی موفق باشین. صحیح است؟ ان شاء الله جواب سوال ان شاء الله دوستا براتون میگه. صحیح است؟ اگه کدام پیام گفتنی داشته باشین کامرای ما در خدمت شماست. همه گفتنی دارم که باید از وقت خیلی خوب استفاده کنیم، وقت ضایع نکنیم، درس بخونیم، برای خود یک هدف داشته باشیم در آینده که باید از خود یک چیز جور کنیم، نه باید دیگه دست دراز کنیم که مرا یک پیسه دیگه چیز، نه پاکستان دیگه چیز، باید خود از خود یک چیز جور کنیم. همین پایان دارم. برای زنده باشین، بخیر باشین، دیگه ارسل زندگی موفق باشین. بخیر باشین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. برادر گرامی خوب هستین ان شاء الله؟ خوب هستی جان؟ چطوری؟ زنده و سلامت باشین. اسم مبارکتان؟ مصطفی جان. در لیسه خود درس میخونی؟ چطور است امروز امتحانا؟ خوب هستم. خوب میگذره یا نه؟ یاره. صنف چندم هستی؟ 12. 12 خب ماشاءالله. قضیه قد. خب ماشاءالله. چندم نمره هستین در صنف 12؟ در بی گروپ هستم. گروپ بی ماشاءالله. گروپ بندی هست دیگه. بخش گروپ الف. چیز نمیتونم که در الف گروپ. انصنفیتون پیشتر گفت شاید انصنفیتون بده باشه که نمیفهم. گفت شاگردای ما خیلی لایقن. خودت درس میخونی یا نمیخونی؟ میخونم. درس میخونی؟ ان شاء الله که در گروپ الف هم میری. ان شاء الله. مراند برنامه قسمی است که ما از هر شهروند خود یک سوال داریم. اگه سوال ما رو جواب داد مستحق جایزه هستن. شما آماده هستین ان شاء الله؟ سوال ما قسمی است که امام ابو حنیفه در کجا پیدا شده؟ امام ابو حنیفه در کجا پیدا شده است؟ در افغانستان. امام ابو حنیفه در افغانستان پیدا شده. در عراق. در عراق پیدا شده. در عراق. مطمئن هستین؟ چند فیصد؟ 80%. 80%. 100% چرا؟ 80%. نقل دادن. نه نقل دادن. در نقل پیش نره که بس برنده نمیشه. ولی چه بگم؟ در کجا پیدا شدن؟ مطمئن؟ خوب جواب بده. در عراق پیدا شدن. عراق پیدا شدن. کجا؟ در افغانستان پیدا شدن. افغانستان پیدا شدن. مطمئن؟ خب خیر باشه. دوستای گرامی دیگه عرصه زندگی موفق باشید. صحیح؟ کدام پیام و گفتنی داری کامرای ما در خدمت است. زنده باشی. پیام گفتنی نداری؟ نه. زنده باشی. خیر باشه.